خودکشی به خاطر امتیاز به دست آوردن دنیا، مسائل دنیا، پول پیسه، یا به خاطر تکلیف دنیا، این میره انتحار میه. انتحار در اسلام حرام است و یکی به این خاطر انسان خدا فدا میکنه که اسلام تطبیق شود، جان خدا به فدا میده تا که اسلام تطبیق شود. بازو در جمله خودکشی نمیه. ولا تقتلوا انفسکم، نکشین یک دیگرتان را. این نفس خود نکشین یک چند معنا داره. یک معنایشی که سبب نشو به قتل نفس خود. زنا نکو، زنا کردی کشته میشی، ازدواج کرده مرتد نشو، این سبب قتل زمینه رو. یک آدم انسان به ناحق نکش تا کشته نشه. دومی که یک دیگرتان نکشین به ناحق، این دو. سومی که جان تام نکش. همین ولا تقتلوا انفسکم انتحار. اما انتحار خودکشی به خاطر تکلیف دنیایی نمیره گفته میشه. خودکشی به خاطر امتیاز به دست آوردن دنیا، مسائل دنیا، پول پیسه، یا به خاطر تکلیف دنیا، این میره انتحار میه. انتحار در اسلام حرام است و یکی به این خاطر انسان خدا فدا میکنه که اسلام تطبیق شود، جان خدا به فدا میده تا که اسلام تطبیق شود. بازو در جمله خودکشی نمیه. حالا میال بگویی که چطور از انفجار گپا و اگر سر کافرها بیاریش سر خودشان فشار بیان میکارن میکنن. خب این دم جنگ جهانی دوم ژاپنیا خود انفجار نمیداد، در طیاره میام تیاره خود در کشتی امریکا میزد. دمو اکل ژاپنیا ملایش فتوا داده بود که بهترین کار است برین تیارای تانو بم پر کنین ببرین در کشتی امریکا بزنین، خودت هم کتیش باش. اینی را فتوا داده بودن به خاطر تطبیق اسلام. مثل که خالد ابن ولید در جنگ یمامه رفت و مسیلمه کذاب بسیار صحابه را شهید ساخت، خودش در قلعه رفت. گفت چطور کنیم؟ یک صحابی گفت که و من اجازه بدین که من در بینشان داخل میشم. یک تاج گفت اوه ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، او خدا در هلاکت میپرتی. گفت والله این هلاکت نیست، گفت فدایی است. گفت فدایی است، گفت من داخل میشم جان خدا فدا میکنم تا که شما نجات پیدا کنید. گفت زینه را بالا کنید. خب زینه را بالا کو در قلعه داخل میشی که 1000 کافر کت شمشیر است، وجه تمام دیگه خودت جان در خطر است. با زینه را بالا کردن. گفت صحابه کلش اتفاق کرد. گفت صحیح است. زینه را بالا کرد، بازم یک صحابی شمشیر را گرفت، در قلعه بالا شد، خیز که خیزت اونا سرش حمله کرد. خب اینجا یک چانس است دیگه که چی میشه. حمله کرد تا که آمدن دروازه را واز کرد زدن دیش زخمی شد، دروازه را واز کرد دیگه داخل شد. اینمی حمله شهادت طلبانه بود که در جنگ یمامه انجام داد. خب حمله شهادت طلبانه. یا پیش رسول الله صلی الله علیه و آمد گفت که اگر ما بجنگم شهید شوم، گفت چیست؟ رسول الله صلی الله اشاره کرد جنت. خرمای خدا خود در بین کافر داخل شد، در بین 100 تا. خب اینمی جان 100% در خطر است. اینی را او گپش جداست. بازو اینجا به خاطر تکلیف دنیا. مثلا یک حدیث صحیح یک کسی میگه زخمی شده بود، رسول الله صلی الله علیه و میگه در امتای سابقه زخم خونش جاری بود، درد بود، این بریدش که باش از غمش خلاص شیم، خونش جاری شد مرد. باز میگه الله برش گفت که بادرنی عبدی، بندیم از من مبادرت کرد، فحرمت علیه الجنه، جنت به بالاش حرام کرد. خودکشی به خاطر تکلیف دنیا نه. یکم تا دیدیم کچالو خوردن میگه مردیم، هر روز کچالو لوبیا بیا که چی می یک داره کجور میکنه خدا دار میزن. یا یک دختر میگه که ما اونو بچه را میگیرم پدرم به این بچه دیگه میتا تل پترول میزن. این قامیال دایرات در سال 2000-3000 خودم میکشه. کلش اینمیست که من این بچه را میگیرم او را میگیرم میرم به مخاطر شهوت نفس. اگر این مرد خود کلش یک قسمه یک رنگ داره، هم رنگ ظاهری دیگه کلش شهوت یک چیز است. همون لذت هر مرد یک لذت داره. به خاطر اینمی تیل پترول میزنه، میگه دوای موش خورد دیگه، میگه ددار زد خدا اویزان کرد ولی به تکلیف بودیم. یا یک دختر میگن پدرش میگه مکتب نرو خدا خودکشی میکنه. پانتون نرو به خاطر پانتون نرفتن خدا خودکشی میکنه. یگانه آرمان ما همیست که حقوق و علوم سیاسی را بخوانم. همی زنای فعلی تو آرمانا دارن این دخترها. خب این به این خاطر خدا میکشه. اینا به این خاطر روی جنت برات حرام است. هر قدری تکلیف آمد خدا نکش، خبردار. أصبحوا